سلام، من مریم امیری هستم و اینجا کانال آشپزی شماست. امروز تو مدرسه آشپزیمون قراره یه فینگر فود خوشمزه سوخاری بهتون آموزش بدم. اگر که وقت کافی ندارید و حوصله دردسرهای خمیرگیری و درست کردن فینگر فود رو ندارید، این فینگر فود مخصوص شماست. کریپسی خوشمزه عالی بدون خمیر با نون لواش 1 2 3 آماده میشه. همونطور که بهتون گفتم این فینگر فود واقعا راحته، لذیذه و کمتر کسیه که واقعا عاشقش نشه. خب اول از همه از نونهای لواش برش خورده استفاده میکنیم. یک کمی سس کچاپ رو، البته خیلی کم، روی این نون من به این صورت میمالم. لازم نیست که همه جاش به صورت کامل پر بشه، همین که توی چند تا نقطه هم از این سس مالیده بشه برای خوشمزه شدنش و لذیذتر شدنش کافیه. بعد پنیرهای تست ورقه‌ای رو باز میکنیم و به آرومی پنیر رو اینجا قرار میدم. یه پنیر دیگه کنارش باید بذاریم. البته این فینگر فود رو ما میتونیم با خمیرهای دستساز خودمون که به سبک خمیر یوفکا باشه تهیه بکنیم، ولی خب حالا من دیگه بدون خمیر یه جورایی خواستم که یه فینگر فود ساده و آسون بهتون آموزش بدم. یه پنیر دیگه هم باز باید بذارم، یعنی در حقیقت این نون تا انتها باید با پنیر پوشش پیدا بکنه. نوع پنیر رو شما اگر دوست داشتید میتونید تغییر بدید، مثلا میتونید پنیر ورقه‌ای گودا استفاده بکنید، بستگی داره که طعم کدوم پنیر رو شما بیشتر دوست داشته باشید. ولی خب به نظر من پنیرهای توست کاملا انتخاب خوبی هن برای این فینگر فود. یه ذره این کار باید سریع انجام بشه تا قبل از اینکه نون خشک بشه. ببینین آهسته این رو به همین صورت رول میکنیم. تا همینجا فعلا نگهش دارین تا بهتون بگم باید چی کار بکنیم. حالا برای غلتوندنش ما تخم مرغ داریم که اینجا 2 تا تخم مرغ رو داخل یه ظرف میشکنم و با چنگال تخم مرغ رو حسابی باید هم بزنیم تا قشنگ زرد و سفیده با هم مخلوط بشن. حالا از این تخم مرغ هم زده استفاده میکنم برای چسبوندن انتهای این نون. تخم مرغ رو به این صورت کاملا میزنم انتهای نون و این رو به همین حالت پیش میبرم. خب حالا اینو میذارم کنار و همه این نون و این مواد رو به همین شکل آماده میکنیم. بعد میرسیم به قسمت جذابش، بهتون میگم چی کار کنید. خب همه سوسیس ها رو به همین شکل لای نون ببندید و بعد بیاید برش های تقریباً 1.5 تا 2 سانتی بهش بزنید. حالا دیگه میل شماست دیگه، با یه چاقوی کاملا تیزم برشش رو بزنید به این حالت. و مرحله بعد ما نیاز داریم به یک سیخ چوبی. من از این سیخ‌های چوبی استفاده میکنم که توی حرارتم آسیب نبینن و مشکلی براشون پیش نیاد. این انتهای نون لواش رو که رول کرده بودیم، سیخ رو از این قسمت داخل این میبریم و به این حالت پشت سر هم اینها رو توی سیخ چوبی قرارشون میدیم. یکی دیگه هم بذارم. خب یه ذرم بیاد پایین تر. خب ببینید تمام اینها به همین حالت آماده میشن و توی سیخ فرو میرن. خب من همه رو آماده کردم. حالا قبل از اینکه این نون بخواد خوش بشه و اینها، البته اون سس کچاپی که روی نون مالیدیم یه مقدار جلوی خوش شدنش رو میگیره. حالا این رو باید ما بزنیم داخل تخم مرغ همزده و کامل باید یک پوششی از تخم مرغ توش درست کنیم.
دیگه نکته مهم اینه که من به این تخم مرغ نمک و فلفل نزدم، چون خود سوسیس ها کاملا نمک و فلفل و ادویه و همه چیز دارن و واقعا نیازی دیگه نیست. پودر سوخاری یا همون آرد سوخاری رو هم میریزم داخل بشقاب و حالا این رو اینجا قرارش میدم. کاملا یه پوشش یا در حقیقت یک غلاف سوخاری ما اینجوری دورش ایجاد میکنیم. اگر خواستید این غلاف ضخیم‌تر بشه و خیالتون راحت باشه که دیگه به هیچ وجه پنیر و اینها اصلاً موقع سرخ کردن بیرون نمیزنه، باید 2 تا 3 بار شما این کار رو انجام بدید. به این صورت، یعنی هرچه این لایه تخم مرغ و لایه پودر سوخاری بیشتر باشه، غلیظتر و ضخیم‌تر باشه، غلاف محکم‌تری رو ایجاد کردید، هم حالت سوخاریش بیشتر میشه و هم دیگه احتمال بیرون اومدن پنیر حین سرخ کردن کاملا از بین میره. خب یه چیز جالب میخوام براتون بگم و اون این که بعد از این که شما تمام این سیخ‌ها رو به این صورت که آماده کردید، میتونید به همین شکل اینها رو فریز بکنید، یعنی داخل یک ظرف دربسته این سیخ‌ها رو قرار بدید یا داخل زیپ کیپ نایلون فریزشون بکنید و هر بار که احتیاج داشتید از فریزر در میارین، حدود 1 رو بهش زمان میدین تو دمای محیط تا آروم آروم یخزدایی بشه و بعد داخل روغن سرخش میکنین. غذاهای نیمه آماده به این صورت فریزری طرفدار خیلی خیلی زیادی دارن، چون روز به روز مشغله بیشتر میشه و فرصت برای آشپزی یه خورده کم شده. خب من اونا رو گذاشتم توی یخچال یه ساعتی بمونه قشنگ خنک بشه. حالا اینجا روغن رو میریزم و توی روغن فراوون باید سرخش بکنیم. باید حتما منتظر بمونید تا روغن یه مقدار داغ بشه. البته نیازی نیستش که دماش بیش از حد بالا بره، ولی حداقل دیگه از گرم یه مقدار داغ‌تر باشه، یعنی منظورم اینه که به نسبت رو به داغ باشه. خب اینها رو هم که من آماده کردم اینجا میارم و منتظرم تا روغن داغ بشه. وقتی که تو یخچال مونده باشن و خوب خنک شده باشن، اون پنیر داخلش خودشو گرفته و وقتی که پنیر خودشو گرفته باشه دیگه زود پنیر بیرون نمیزنه. ببینید. خب حرارت حتما متوسط باشه و با حرارت متوسط توی روغن فراوون اینا باید سرخ بشن. من یه ذره سرشون بدم این طرفی که یکی دیگه هم اینجا جا بدم. حواستون باشه حرارت رو یه ذره کم بکنم. حواستون باشه خیلی زود رنگ عوض میکنن، خیلی زود سرخ میشن، بنابراین بالا سرش باشید و آهسته برش گردونید. خب آهسته برش میگردونم و منتظر میمونم این طرف هم سرخ بشه. دوستان این فینگر فود رو حتما به صورت داغ سرو بکنید. البته سردش هم بد نیست، ولی خب داغش خیلی 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 خوشمزه تره و کاملا حالت کریپسی داره. خب حالا سرخ شدن و از توی روغن درشون میاریم. با سس پنیر براتون بگم دیگه، سس کچاپ و با سس خردل و مایونز فوق‌العاده خوشمزه میشه. امیدوارم دوست داشته باشید، ازش لذت ببرید و همیشه درست کنید و نوش جونتون باشه.